میدونم که این روزا خیلیاتون از کسی که دوستش دارید دورید و بیخبر موندید یا رابطتون شاید کات شده. برای همین تصمیم گرفتم که امشب با کارتای تاروت بخوام ازش بهتون خبر بدم و بگم که ارتباط شما داره به کدوم سمت میره. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. امشب همونطور که گفتم فال برای روابط کات شده میخوام بذارم، یا اگر رابطتون سرده یا یه مدته که از هم بیخبرید. یک گزینه‌ای هست این فال و در آخر میخوام حرف دل طرف مقابلت رو هم بهت بگم. قبل از اینکه فال رو شروع کنم میخوام این شمع صورتی رو برای شما که الان نیت احساسی دارید و دوست دارید که ارتباطتون گرم بشه، دوباره به سمت هم برگردید، روشن کنم. پس لطفاً چند لحظه چشماتون رو ببندید و چند تا نفس عمیق بکشید و نیت کنید و بعد من این شمع رو براتون روشن میکنم. به نیت شما برای ارتباط احساسیتون. خب بریم ببینیم که اصلا چی شده، چه اتفاقی افتاده. چه شعله قشنگی هم داره همون اول کاری. دوستای عزیزم، لایک و کامنت یادتون نره. کامنت های شما، لایک شما خیلی به من انرژی میده برای اینکه بخوام فایل های بیشتری براتون بذارم. برام بنویسید که دوست دارید در مورد چه مسائلی براتون فایل بذارم، چون که من کامنتاتون رو همه رو میخونم. به نظر میاد که الان تو شرایط سختی از رابطه واقعا قرار گرفتید، مخصوصا شمایی که داری این فال رو گوش میدی. انگار که موندی تو یک دوراهی، نمیدونی بری بمونی، اصلا چیکار باید بکنی. یعنی تو یک شرایطی موندی که خیلی سخت داره همه چیز برای تو جلو میره و واقعا دوست داری که، یعنی توی نقطه‌ای قرار گرفتی که فکر میکنی فقط اینجا منطقه که بهت کمک میکنه، یعنی دیگه احساس جایگاهی توی این شرایط تو نداره. خیلی بلا تکلیف هستی و خیلی چشم انتظار دارم تو رو میبینم. یه چیزی که خیلی دارم میبینم اینه که یکم خودت رو مقصر میدونی توی این شرایطی که اتفاق افتاده، به خاطر این که فکر میکنی تو هم باعث شدی که موقعیت، یعنی انگار احساس میکنی که طرف مقابل شاید دنبال یه بهونه‌ای بوده، شاید دنبال یه شرایطی بوده که بخواد فاصله بگیره و تو این رو به دست این شخص دادی و به خاطر همین الان خودتو خیلی داری شاید حتی سرزنش میکنی و داری پیش خودت میگی که خب اگر من مثلا فلان کارو نمی کردم یا فلان حرف رو نمی زدم یا تغییر رفتار میدادم، شاید تو این موقعیت قرار نمی گرفتم. انگار که یه اتفاق هیجانی یهو افتاده، از روی هیجان بوده و همین مسئله باعث شده که الان هر دوتون تو این موقعیت قرار بگیرید. خب بذارید این ردیفم پر کنم و دیگه بشینیم که خب ببینید
چیزی که به شما داره نشون میده این هستش که شخص مقابل شما الان همونطوری که دقیقا شما الان توی یک شرایط سخت و ناراحت کننده هستی و حتی عده‌ای از شماها علاوه بر مسائل احساسی از لحاظ مالی و کاری هم توی فشار هستی. دقیقا اون هم میشه گفتش که تو یک حالتی هست که مثل شماست، یعنی از لحاظ کاری، از لحاظ مالی، از لحاظ کلا مادیات دارم میبینم که تو فشار خیلی زیادیه، استرس و نگرانی خیلی زیادی داره. بچه ها یه سری از شماها انگار به این شخص پولی رو داده بودید یا کمکی بهش کرده بودید و الان داری فکر میکنی که حالا این بهت بر میگرده یا نه، یا جبران میشه یا نه، و خیلی ذهنت درگیر اینه. ولی به هر حال چیزی که داره نشون میده این هستش که طرف مقابل شما هم به شدت تو یک شرایط سختی قرار داره، یعنی این مسئله کاملا دو طرفه هستش. من چیزی که برای شما دارم میبینم داره اینجا نشون میده که شما انگار شکی بردی نسبت به رقیب، یعنی مثلا اینطوری فکر میکنید میگه خب حتما رقیب دارم که این همه فاصله گرفته رفته، اصلا معلوم نیست کجاست یا چرا اصلا تا الان برنگشته، حتما یه جا سرش گرمه. ببین شکی که شما کردی شک غلطی نیست، خب ولی نمیشه گفت که اون رفته با یکی دیگه. ببین این وسط یک نفر هست که بیشتر نشون میده مال زمانی هستش که قبل از شما با هم یعنی تو رابطه بودن، یعنی شما تو زندگی این آقا یا خانوم نبودی و این رقیب برمیگرده به اون زمان و رابطه کات شده هست، اما متاسفانه انرژی سنگین، انرژی منفی همچنان از اون گذشته تو زندگی شخص مقابل شما مونده. خیلی وقتا برمیگرده به گذشته، خیلی وقتا، و من چیزی که دارم میبینم انرژی سنگینی از اون موقع مونده تو زندگیش. حتی ممکنه شخص قبلی رفته مثلا براش نمیدونم یه کار انرژیکی کرده، دعا گرفته، طلسم گرفته، یه طوری که مثلا باعث شده که توی رفتار پارتنر شما یا روی عملکردش اثر منفی بذاره. مثلا یهو میبینی غیب میشه، یهو میبینی که رابطه رو توی یک حالت معلق میذاره و اصلا شما نمیفهمی دلیلش چیه. این به خاطر یه شرایط سختیه که حالا یعنی یک انرژی سنگینیه که از گذشته مونده تو زندگی این شخص و همچنان هم هستش. ببینید ولی خب خودت رو دارم میبینم که واقعا دوستش داری، واقعا بهش علاقه داری، احساس خیلی خوبی داری نسبت بهش و داری به این فکر میکنی که آیا اون هم این حس رو داره. البته که شما خیلی وقتا در حال تلاشی که بخوای اون حست رو کنار بذاری، اصلا این حالت رو داری که اصلا من میخوام رهاش کنم، ولش کنم، چرا انقدر مثلا من دارم خودم رو اذیت میکنم، دارم خودم رو تو شرایط سخت قرار میدم. میدونی خیلی این حالت رو دارم میبینم، یعنی شما یه لحظه مثلا اینطوری که رها میکنم این شخص رو دیگه نمیخوام بهش فکر کنم، ولی یه لحظه مثلا تو این حالتی که انگار ذهنت یهو درگیرش میشه و یه آینده‌ای رو با این شخص میسازی و پیش خودت میگی خب نه، شاید معجزه‌ای بشه، شاید اتفاقی بخواد بیفته. به هر حال که به شدت داره نشون میده که ناامیدی در حال حاضر بین شما و این شخص داره موج میزنه و حرفهایی هم انگار اخیراً، یعنی اون آخرین باری که مکالمه داشتید با هم و با هم صحبت کردید، انگار یه سری صحبت‌هایی اتفاق افتاده که یکم باعث دلشکستگی و ناراحتی شده و خب هر دو تو یک شرایط سختی از بابت اون حرف‌ها قرار گرفتید. میتونم بهت بگم که شخص مقابلت هم دوست داره که تماسی بگیره، زنگی بزنه، صحبتی بکنه باهات، ولی بیشتر تمایلش بر این هستش که شما بخوای شروع کننده باشی، چون حس میکنه تو خودت دوستش داری، یا یعنی اینطوری هستی که
حس خوبی بهش داری، ولی اون تو این موقعیت چون از سمت تو خبر یا پیامی دریافت نکرده، احساس میکنه که تو هم شمشیر تو از رو بستی و گاردتو محکم گرفتی و نمیخوای که، یعنی تموم شده میدونی. به خاطر همین اونم فکر میکنه که خب پس بهتره که منم مثلا عقب وایسم و اقدام خاصی نکنم. خلاصه که تو این لحظه اوضاع خیلی بین هر دوی شما ناراحت کننده است، پر از تردید، پر از شک. حالا ببینیم که دیگه چی رو نشون میده. خب خورشیدمون و ببینید چیزی که داره به شما نشون میده این هستش که طرف مقابلتون به شدت دوست داره که شما رو ببینه. یعنی تو همین حالتهای تردید، ناراحتی، خشم حتی که داره، چون دارم میبینم که یه خشمی هم الان نسبت به شما داره، اما باز با همه اینا دلش تنگه و دلش میخواد که شما رو ببینه و دلش میخواد که یک قدم خوب و یه قدم حساب شده میتونم بگم به سمت شما برداره. یعنی واقعا داره به این فکر میکنه و تصمیم داره که حالا تماسی بگیره، زنگی بزنه، صحبت کنه. ولی خب ببین در موردش هم داره خیلی فکر میکنه دیگه. یعنی میشه گفتش که دلش میخواد این کارا رو بکنه، ولی دوست داره که قشنگ بشینه فکر کنه و تمام ابعاد و زوایا رو بسنجه. مثلا پیش خودش بگه خب من الان زنگ زدم، فلان حرفو زد، چی جوابشو بدم، چی کار کنم. ببین همه اینها رو داره با خودش دو تا 4 تا میکنه. ولی خب واقعا دلش میخواد شروعی با شما داشته باشه و احساس میکنه که اگر قرار بر این باشه که شروعی بین شما دوتا اتفاق بیفته، خیلی چیزا تو گذشته باید تماما با خاک یکسان بشه و دوباره ساخته بشه و فکر میکنه که با اون انرژی که تو گذشته بوده این امکان وجود نداره که بخواد دوباره همه چیز مثل روز اول بشه و شاید حتی داره با خودش فکر میکنه که باید یه سری حرفها رک و واضح بین شما دوتا بیان بشه تا به یه چی میگن نظر و یه تصمیم دو طرفه برسید. اما خب واقعا نمیشه اینو انکار کرد که دلش میخواد که به سمتت برگرده، دلش میخواد که دوباره شرایط رو تغییر بده. خب یعنی دنبال تغییر دادنه، منتها داره فکر میکنه که چه راهی، چه مسیری میتونه اون تغییر رو به وجود بیاره. ببینید این شخص خودش خوب میدونه که شما واقعا بهترین گزینه و بهترین شخص تو زندگیش هستید. خوب میدونه که شما کسی هستی که خیلی دوستش داری و نمیتونه کس دیگه ای رو پیدا کنه که اینقدر حس خوب و مثبتی رو بخواد به این شخص بده. و یه چیزی رو که میدونه این هستش که این شخص حالا واقعا داره به این فکر میکنه که اگر هم شما کاری کردی که باعث شدی این سردی به وجود بیاد، ولی در اصل خودش رفتاری رو داشته که شما رو به این نقطه رسونده و یه ذره دارم میبینم که داره به تو فکر میکنه از بابت اینکه چیکار کرده با آدمی که انقدر مثلا خب خودش قابله. یعنی ببین اینطوری فکر میکرده که تویی که همه میومدن به تکیه میکردن و انقدر مهربون و انقدر صاف و صادق بودی، ببین با تو چیکار کرده که مثلا الان تو شرایط جدی قرار گرفتی، یعنی فقط داری با منطقت تصمیم میگیری. این خودش خوب میدونه این مسئله رو و خب این شرایط واقعا ناراحتش کرده. یعنی اینطوری نیستش که فکر کنی الان اون از دوری تو خوشحاله، شاده، تو شرایط خوبیه. نه، اتفاقا هر ناراحتی که تو داری تجربه میکنی بدون که اون هم داره تجربه میکنه. و من یه چیزی بهتون بگم، این فاصله و دوری یا بیخبری که اتفاق افتاده
مخصوصا برای شخص شمایی که داری این فایل رو گوش میدی راه نجات شما هست. ببینید من نمیگم این شخص بر نمیگرده، شروع دوباره، حالا در ادامه میگم که چه اتفاقی میفته براتون، میتونه شروع دوباره اتفاق بیفته، اما برای تو این فاصله، این تایم دوری، این شرایطی که پیش اومده چیزی نبوده که به ضررت بشه. ببین اتفاقا میتونه برای تو تغییرات خیلی زیادی رو به وجود بیاره و باعث رشد تو بشه. تو یه چیزی تو درونت هست که همیشه تو زندگیت مانع بوده و این شرایط ها و این شل کنسرو کن هایی که پارتنرت میکنه یا میره و میاد یا سکوت هایی که میکنه میتونه باعث باشه که تو اون ضعفی که تو درونت داری تقویت بشه. خب چیزی که داره نشون میده این هستش که ببین طرف مقابله تو رو خیلی دوستت داره، واقعا یک احساس عمیق و یک احساس واقعی رو دارم میبینم. علاقش نسبت بهت خیلی زیاده و بی نهایت ازت انرژی میگیره، بی نهایت ازت حس خوب میگیره. اما مشکل اینجاست که همش میترسه از اینکه به تو آسیب بزنه و میدونی یه مسئله‌ای که خیلی اذیتش میکنه اینه که احساس میکنه تو براش زیادی خوب بودی یا زیادی بهش وفادار بودی، انگار تو عمرش همچین چیزی رو ندیده بوده و همین مسئله خیلی میترسونتش، ولی خیلی دلش بر تو تنگه و خیلی پشیمونه. احساس میکنه که شاید حتی پلای پشت سرش رو خراب کرده باشه و دیگه جای جبران براش وجود نداشته باشه. خب ببینید بذارید من یک کارت دیگه هم بکشم. ببینید این شخص این مشکلی که همیشه وجود داشته تو زندگیش و همین الانم هست اینه که خیلی به حرف اطرافیانش گوش میکرده. حتی اگر گوش هم نمی کرده اطرافیانش خیلی تو گوشش میخوندن و میتونم بگم که آدم هایی که اطرافش هستن خیلی وقتا باعث شدن که ارتباط شما به هم بخوره. اما دارم میبینم که دیگه نمیخواد این حالت رو داشته باشه، یعنی میخواد که انرژی بقیه رو پوچ کنه، بذاره کنار از این رابطه و کنترل رو به دست خودش بگیره. خوشحالی و شادی دارم میبینم. حالا به هر حال شما اگر کات هستید، سرد هستید، بیخبر هستید، داره حتما زنگ، تماس، پیام، تغییرات بسیار مثبتی رو داره اینجا بهتون نشون میده که با این شخص حتما بخواید داشته باشید و این وعده یک هست ولی بسیار غیر منتظره. یعنی ممکنه که تو همین لحظه یهو ببینی بهت زنگ زد، پیام داد، یعنی یا مثلا صبح چشاتو وا کنی ببینی بهت زنگ زده، یعنی انقدر یهویی این کار رو داره میکنه که واقعا خودت هم شاید باورت نشه و من دارم میبینم که شما یه سری کارهای انرژیکی کردی، حالا یا شمتراپی کردی یا تلپاتی کردی، یه کاری کردی که باعث شدی که اتفاقا اون انرژی در جریان باشه و بخواد حالا بهش برسه، ولی حتما این رابطه شروع مجدد رو داره و من اصلا حالت کات نمیبینم. هر چقدر که سنگین کات کردید و سخت از هم جدا شدید اما باز هم شروع جدید بینتون وجود داره. خب بذارید ببینیم که حالا حرف دلش به شما چیه. خب داره میگه که من درسته که نیستم و تو از من خبر نداری، اما من خیلی دورا دور دارم خیلی دورا دور کنجکاو تو هستم و خیلی به تو فکر میکنم، خیلی فضولی زندگی تو میکنم و سعی میکنم آمار تو در بیارم یا از اطرافیان بخوام چیزی در مورد تو بپرسم. من واقعا عاشق تو هستم، بی نهایت تو رو دوست دارم و فکر میکنم تو تنها کسی هستی که تو این دنیا برای من مناسب هستی. زمانی که من در کنار تو نیستم تلاشم رو میکنم تا رشد کنم و به نظر من تو میتونی
یعنی انقدر قوی هستی و درونت انقدر قدرتمنده که میتونی من رو شفا بدی، میتونی زخمهای من رو درمان کنی. اگر من خیلی وقتا کنار می ایستم و از دور تو رو تماشا می کنم، فقط و فقط به خاطر ترسمه و می ترسم که یه موقع به تو بخوام آسیب بزنم. من تو رو خیلی دوستت دارم، مشتاق دیدار تو هستم و بدون که دلم میخواد که تو به من اعتماد داشته باشی و مطمئن باشی که قرار نیست سوء استفاده ای اتفاق بیفته. خب دوستای عزیزم، امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیج رو سابسکرایب کنید تا همیشه نفر اول باشید که فایل ها رو میبینید. مرسی که هستید و حمایت میکنید. این شمعتونم امشب میسوزه تا آخر و امیدوارم که انرژیش باعث بشه که رابطتون که قطعا همینطوره گرم بشه، برگردید به هم و خوشحالتون کنه. خیلی دوستتون دارم. اوقاتتون خوش.